مالک رحمه الله میگه اگر کسی در دین بدعت ایجاد میکنه، یک چیز را نو جور میکنه، در زمینه‌های عقیده از همه که مهمتر است، و بعد از او اینمی بدعتی را که جور کرده را حسنه میدونه، نیکو مشمارش، رسول الله صلی الله علیه و سلم را در ابلاغ رسالتش خائن میدونه و واقعا اون رقم هست. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم دین را به صورت کامل و همه جانبه برای ما ابلاغ کرده یا نکرده؟ حالا اگر یک نفر اینمی کار کرده، یک نفر فکر میکنه که یک کاری هست حسنه هست خوب هست که نظام الله پیامبر نکرده، ما هم ابتکار میکنیم اختراع میکنیم، اینمی ابتکار و اختراع جدید خود را در دین چی مشماریم؟ نیکو و حسنه مشماریم. این نظام الله دو حالت داره، یا یک نفر الله را متهم میکنه که الله یادش رفته بود نازل نکرده که پیامبر ابلاغ میکرد و ما کان ربک نسیا، پروردگار فراموشکار نیست. خب پروردگار خوی کار کرده. دوم وظیفه تبلیغ دین به عهده کی بود؟ به عهده رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ کرده یا نکرده؟ بدون شک کرده. گپ سوم باقی میمانه که امی برای ما شما بعد برسه، توسط کی دین برای ما شما رسیده؟ صحابه. پس اگر یک نفر یک چیز را در دین ایجاد میکنه که او را باز نیکو میشماره، در حالی که در زمان صحابه نبوده و پیامبر او را بر ما نگفتن، سه احتمال وجود داره نوزم بالله. یا احتمال اولی فکر میکنه الله یادش رفته بود که کافر است. احتمال دومی فکر میکنه که پیامبری را ابلاغ نکرده، کافر دومی. احتمال سومی فکر میکنه که صحابه ای را پد کردن، این هم کافر میشه. چرا؟ به خاطری که اگر کسی صحابه را به عموم در رساندن دین متهم بدانه کافر میشه. چرا؟ به خاطری که تزکیه صحابه به صورت عمومی در قرآن کریم صراحت